آقای محیدین کبیری، سالها میشود که همدیگر را خوب میشناسیم. موضوع با همدیگر چنان پیچیدگی خوب میدونیم. اما التماس دیگه قطعی داد و گرفت نکنه. چه خیلی بعدی کندن رشته ما و بچه‌تان بعدش تکلیفی که $100,000 انده ای اروپا ببرامه. در حالی که خطان گفتستین که ای کفای ما یک خطره. انیورسیتی در ترکیه بودگی ما ای دست داده بودم. اینجا آمدم با امید یک آبادی. در اینجا رم زندگی یکم کلینا را همه کسا آرام نماندن. بالایش با $100,000 حیات یک نفره بعدی که ما قبول نکردم این تکلیفه، حتی خطان آمدن با بهانه تبریکات همه خانه. تهدیدی که کرده بودن اگر یک اپیزیوتی در یک اون جایی که گفتی دانسته بودمان که پیاندر عربیت که یکی ای شخصیت های مهمی اخوانه به او ضرر خواهد رسید.